سلام امیدوارم که حالتون عالی تو پر انرژی باشید. دیگه نگران این نباش که نمیتونی از حال استمراری توی مکالماتت استفاده کنی. توی این ویدیو قرار حال استمراری یه جوری بهت یاد بدم که کیف کنی، به راحتی بتونی توی مکالماتت ازش استفاده کنی. خب present continuous یعنی حال استمراری. همه ماها میدونیم که فرمول present continuous یا حال استمراری میشه فاعل یا همون subject به علاوه am و is و are به علاوه فعل به علاوه ing که فرمولش این پایین نوشتم. خب اما و برای بیان کارهایی که در حال حاضر در حال انجام هستش. خب اما میخوام یه تکنیکی رو بهت یاد بدم که بتونی بدون این که مثلا بدونی که مثلا چه فرمولی یا چی کار باید بکنی، کجاها باید استفاده بکنی، به راحتی بزنی تو خال و حال استمراری رو استفاده کنی. خب اگر توی این تکنیکشه، اگر توی مکالماتت و تو ذهنت مثلا فارسیش میاد که مثلا میگی که کلمه دارم، داری، دارد، داریم، دارید، دارند اومد. این 6 تا کلمه دارم، داری، دارد، داریم، دارید، دارند اومد، اصلا به هیچ دیگه فکر نکن، سریعا برو سراغ حال استمراری. خب برای مثال داری چی کار میکنی؟ کلمه کلیدیش اومد. داری چی کار میکنی؟ What are you doing? What are you doing? What are you doing? یعنی داری چی کار میکنی؟ دارم درس میخونم. I am studying. اون داره خونه رو جارو برقی میکشه. He's vacuuming or she's vacuuming the house. خب مثلا میگیم که مامانم داره آشپزی میکنه. My mother is cooking. My mother is cooking. داره. ببین دارم، داره. بابام داره تلویزیون نگاه میکنه. My father is watching TV. Watching TV. My father is watching TV. کلمه کلیدی میاد تو ذهنم، در جا فرمول استفاده میکنم. اما is و are به علاوه فعل به علاوه ing. قشنگ دقت کن، خیلی راحت میشه تو مکالمات ازش استفاده کرد. خب من دارم با پدرم شطرنج بازی میکنم. من دارم I am playing chess. I am playing chess. دارم شطرنج بازی میکنم. خب خیلی میتونید از این فرمول و با این تکنیک استفاده بکنید و جملات خیلی خفن و کاربردی برای خودتون بسازید. خب بعد یه چند تا مثال مثلا بگیم که من دارم زبان میخونم. I am studying English. I am studying English. من دارم ظرف میشورم. یا اونا دارن ظرف میشورن. They are washing the dishes. They are washing the dishes. خب گفتم خیلی میتونید با این فرمول و این تکنیکی که الان بهتون گفتم مثال بزنید و به راحتی توی اسپیکینگتون ازش استفاده کنید. یه 2 تا نکته هستش که حواستون باشه که ازش استفاده کنید. اگر کلمه انتهاش به ای ختم شد، خب حواستون باشه زمانی که داریم ing استفاده میکنیم و اضافه میکنیم به کلممون ای رو حذف کنید. مثلا کلمه making اون ای آخر بعد از کی رو حذف میکنید و بعدش ing بهش اضافه میکنید. دومین نکته، اگر کلمه به ie ختم شد حواستون باشه ie رو حذف کنید وقتی میخواید ing اضافه کنید و به جاش y بیارید ته کلمه. مثلا کلمه lie میشه lying. ie رو حذف کردم و به جاش y گذاشتم و بعدش ing اضافه کردم. die
dying. خب سومین نکته‌ای که باید بهتون بگم این هستش که خیلی 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 مهمه. معمولا تو تلفظهای امریکایی اگر کلمه به ing ختم بشه معمولا این جیش رو خیلی خفیف تلفظ میکنن یا تلفظ نمیکنن. مثلا میگن making, doing یا مثلا playing, in, doing. خب اون جی آخرش رو تلفظ نمیکنن، خیلی خفیف تلفظ میکنن. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و یاد گرفته باشید که توی مکالماتتون چطوری از حال استمراری present continuous استفاده کنید. اگر تونستید برای من حتما یک مثال بزنید و حتما برای خودتون توی منزلتون توی محل کارتون روی کاغذ بشین 10 تا 20 تا 30 تا مثال بزنید. برای اینکه سطح زبانتون رو به صورت حرفه‌ای ارتقا بدید حتما دنبال کنید به کانال من رو و آماده باشید واسه ویدیوهای بعدی. تا پستی دیگر مجددا میگم بدرود.